سلام، من فرشادم. اینجا کانال راوی. اولین کتابی که میخوام براتون معرفی کنم کتاب کوری از ژوز ساراماگوه. در ادامه قسمتی از این کتاب به صورت صوتی رو میشنوید. اولین نفر. چراغ برای حرکت اتومبیل‌ها ثبت شده بود، ولی یکی از خودروهای خط جلو حرکت نمی‌کرد. سر و صدای رانندگان بلند شد. چند نفری از خودرو پیاده شدند. راننده خودروی متوقف شده پشت شیشه‌های بسته خودرویش چیزی را فریاد می‌زد. من کور شدم. کسی باور نمی‌کرد. مگر می‌شود ناگهان کور شد؟ ظاهر چشمان مرد سالم بود. خانم مسنی گفت حتما از اعصاب است. آمبولانس خبر کنید. اما مرد کور اصرار داشت به آپارتمانش که همان نزدیکی است برود. بالاخره یک نفر گفت من او را میرسانم. مرد کور را کنار صندلی راننده نشاندند. مرد کور در حالی که اشک میریخت گفت نمیبینم. انگار در دریای شیر فرو رفتم. دیگری گفت کوری که سیاه است. موتور روشن شد. صدای دیگری آدرس خانه مرد کور را پرسید. مرد کور نشانی داد و تشکر کرد. دیگری گفت فکرش را هم نکن. امروز نوبت شماست، فردا نوبت من. کی از فردایش خبر دارد؟ به خانه مرد کور رسیدند، اما جای پارک اتومبیل نبود. پس به یکی از خیابان‌های فرعی رفتند. ماشین را پارک کردند و به خانه مرد رفتند. وارد خانه که شدند، مرد کور پرسید کسی خانه هست؟ جوابی نیامد. همانطور که انتظار داشت، همسرش هنوز از سر کار برنگشته بود. دیگری اصرار کرد که پیش مرد بماند تا همسرش بیاید. اصرار دیگری مرد کور را دچار شک و نگرانی کرد. او ترسید که غریبه‌ای را به خانه‌اش راه بدهد و او دار و ندارش را ببرد. پس تشکر کرد و در را بست. به صورت غیر ارادی در پوش چشمی را کنار زد و به بیرون نگاه کرد. انگار به دیواری سپید نگاه می کرد. فضای خانه را حس می کرد. اما سفیدی روشن همه اشیا را در خود بلعیده بود. به سمت اتاق نشیمن حرکت کرد. ناگهان با گلدانی برخورد کرد و آن را شکست. دلا شد و سعی کرد گلها را جمع کند، اما شیشه شکسته دستش را برید. با دستمالی که در جیب داشت زخمش را بست و به سمت کاناپه رفت و نشست. احساس خواب آلودگی کرد. خواب دید ادای کورها را در میآورد و هر بار چشمهایش را باز می کند همه چیز را همانطور که هست می بیند. صدای غرغر همسرش را شنید. میدانست چشمهایش را که باز کند او را نخواهد دید. مرد گفت من کور شدم. همسر مرد باور نمی کرد. آنها بیدرنگ تصمیم گرفتند به چشم پزشک مراجعه کنند. موقع رفتن به مطب دکتر، مرد کور متوجه شد فراموش کرده سویچ را از مردی که او را رسانده پس بگیرد و اتومبیلش در خیابان فرعی نیست. آن مرد اتومبیلش را دزدیده بود. ناچار با تاکسی به مطب دکتر رفتند. مطب دکتر شلوغ بود. پیرمردی با چشمبند سیاه، پسر بچه لوچی به همراه یک زن، یک دختر با عینک دودی و دو نفر دیگر، اما هیچ کدامشان کور نبودند. کورها پیش چشم پزشک نمی روند. دکتر مرد کور را خارج از نوبت ملاقات کرد. مرد کور ماجرا را توضیح داد. پزشک از سابقه بیماری، مشکلات اعصاب و احتمال ضربه دیدن سر پرسید و پاسخ مرد کور به همه آنها منفی بود. پزشک مرد کور را پشت دستگاه معاینه نشاند. هر کسی با اندکی قوه تخیل می توانست آن را نمونه تازه‌ای از اعترافگاه کلیسا بداند. در اینجا چشمها جای کلمات را می گرفت و اقرار گیرنده مستقیما درون روح گناهکار را می دید.